آیا میدونستید که وضعیت بدنی شما نتیجه رویکرد عصبیتون برای کنترل باره که به طور پیش‌فرض و طبیعی انحنایی در ستون فقرات ما وجود داره که باید بگیم در واقع اونقدری بزرگ هست که مثل یک فنر عمل کنه و حتی به نحوی کوچیک هست که ما رو صاف نگه دارن. حالا جاذبه و نیروی گرانشی سعی بر این دارن که انحنای ستون فقرات رو افزایش بدن. حالا اگر سیستم عصبی بدن ما در واقع تمایل داشته باشه به سمت بالا شیفت بشه یا حرکت کنه، شما دچار هایپرکایفوزیک گوش پشتی میشید که به انحنای بیش از حد ستون مهرا گفته میشه. حالا اگر تمایل داشته باشه قسمت پایینی حرکت کنه، شما دچار هایپرلوردوزیس میشید. اما ترکیبی از این دوتا هم امکان پذیر هستش که نتیجهش به هایپرکایفولوردوزیک منجر میشه. حالا اگر ستون فقرات بخواد در برابر جاذبه مقاومت بکنه، سیستم عصبی شما بیشتر در ناحیه کمری دچار پشت تابدار یا سوای بک میشه. حالا اگر این تنش بیشتر بشه و به بالا ختم بشه، شما دچار سندرم پشت صاف یا فلت بک میشید. و اگر تنش پایه بیشتر باشه و بالاتر بره و بدن شما دچار وضعیت بدنی نظامی میشید. حالا که تا آخر این ویدیو همراه ما بودی، بگو تو کدوم وضعیت بدنی قرار داری. بدرود.